عادت که به زندگی شما برکت میده. اگر نشد هر چی دلت خواست به من آمنه بگو. روز خودتون رو با نماز شروع کنین. هر روز صدقه بده. صبح که از خواب بیدار میشی حتما 9 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگو. 1 بارم آیت الکرسی بخون. خونه رو همیشه تمیز نگه دار. به نیازمندان کمک کن، حتی شده 1 دونه نون. همیشه ذکر بگو. هر روز قرآن بخون، حتی شده 1 آیه. اگر این عادت رو وارد زندگیت کنی، برکت از همون روز اول مهمون خونت میشه. انشاءالله که هر روز این عادت ها رو انجام بدیم و یک زندگی خوب و شاد و پر از سلامتی برای خودمون و برای اعضای خانوادهمون بسازیم. اگر با من همراهی زیر این پست بنویس یا الله.